در این لحظه میخوام دعوت کنم از یکی دیگه از جوانان موفقی که توی حوزه در واقع تحت پوشش این همایش فعالیت گسترده‌ای داشته و تجربیات متعددی رو داشته تا روی استیج بیاد و این تجربیات رو با ما در میون بذاره. طرح تجربه کاربری شرکت نقطه آبی آقای داوود ترابزاده که در مورد تجربه کاربری در عمل برامون صحبت خواهد کرد. خواهش میکنم تشریفشون بفرمایید. باش. این بعدیه؟ این بعدیه. سلام به همگی. من میخوام درباره تجربه کاربری تو عمل صحبت کنم. اصلا بحثم آکادمیک نیست. خب تجربه کاربری تو عمل چجوری؟ یعنی وقتی میخوام یه تجربه واسه کاربر ایجاد کنیم، یک تجربه برای کاربر طراحی کنیم، یعنی اون چیزی که ما میخوایم رو کاربر ببینه. با یه مثال میریم جلو. من میگم حسابداری، پول، رقم. شما یاد چی میافتی؟ حسابداری چیه؟ سخته. که بفهمی حساب دخل و خرج رو داشته باشی، نه یکم سخته. حالا فرض کن قراره شما یه سیستم حسابداری بسازی. قراره یه چیزی درست کنی که حساب دخل و خرج من رو داشته باشه. چیکار میکنی؟ چی به من میگی؟ چه جور محصولی درست میکنی؟ چه تجربه‌ای قراره برای من داشته باشی؟ شما به عنوان یه طراح تجربه کاربری. حالا اگه من بهت بگم که یه محصولی درست کنیم که رمز اینترنت بانک منم بگیره، بعد کل تراکنش‌های مالی من رو نظارت کنه، بعد چی میگی؟ اصلا امکان پذیر است؟ اصلا من اعتماد میکنم به همچین چیزی؟ امکان پذیره؟ ممکنه خیلی به این بخندن، اصلا امکان پذیر نیست یه نفر اعتماد کنه هم چیزی رو بده. اما مینت این کار انجام داد. تو مصاحبه‌هایی که با طراح مینت انجام شده بود میگفت که بزرگترین چالش یا چالنجی که داشتیم همین اعتماد بود. یعنی کاربر رو متقاعد کنیم که به ما اعتماد کنه، چون کلی بحث مالی و یه سری چیزای دیگه وسط دیگه. حالا چی کار کرده که کاربرش اعتماد کرده تو قالب دیزاین؟ آیا جواب دادی یا نه؟ شما چی فکر میکنید؟ شما اگه بودین چی میگفتین؟ مینت اینو گفت. یادتونه گفتیم وقتی میگیم حسابداری چی به ذهنمون میاد؟ اولین جمله‌ای که اینجا میخونی چیه؟ خیلی راحته که بفهمیم سر پول چه بلایی میاد. دقیقاً دست گذاشت رو نقطه‌ای از ما که درد میکرد. یعنی توی 2-3 ثانیه اول توجه منو جلب کرد. این در اثر چی ایجاد شده بود؟ در اثر یه شناخت کاربر دیگه. من اولی یوزر ریسرچ انجام داده بودم. به همین سادگی. من دارم سعی میکنم پروسه یو ایکس و یه خروجی قابل لمس براتون بگم که چه جوری بعد این همه کار پیچیده چه اتفاقی میفته. بعدش پایینش پاراگراف توضیح داده که میتونی خیلی راحت و رایگان ببینی که چه بلایی سر پولت میاد و قضایای مالیت هندل کنی و الی آخر. با یه عکس هم نشون داده که تو همه جا در دسترسه. همونجا هم میتونی عضو بشی. هنوز قانع نشدی؟ بازم با هم صحبت میکنیم. دغدغه بعدی که داری چیه؟ این توی تکمیل ارائه قبلیه. دقیقاً من نمیدونستم اینجوری، دقیقاً دارم براش مثال میزنم. دغدغه بعدی چیه؟ امنیت، درسته؟ چون با پولت سر کار داره دیگه. دومین چیزی که اینجا میبینی اینه. میگه من امنیت رو تضمین میکنم، 2 تا شرکت امنیتی هم دارن با من کار میکنن. خیالت راحت باشه. خب حالا که خیالت راحت شد، میدونی که میتونی به من اعتماد کنی و از من استفاده کنی، من این قابلیت‌ها رو دارم. میتونی ببینی چه بلایی داره سر پولت میاد، چه اتفاقی داره میفته، چه جوری؟ اینجوری که داری میبینی. خب قدم بعدی ما چیه وقتی بعد از اینکه پولامون رو دنبال اینکه پول جمع کنیم و این حرفا، اینکه با اون پول یه کاری بکنیم دیگه. میگه میتونی هدف تعیین کنی و من کمکت میکنم به هدفت برسی. یه داستان برای ما گفت. یه داستان که بر اساس ذهنیت خودمون طراحی شده بود. حالا فکر می‌کنی این مدل جواب میده؟ یه جواب نمیده. الان شما اگه بودید یوزرش میشدید یا نمیشدید؟ 160,000 تا کاربر داشت در 6 ماه اول. فقط هم تو آمریکا لانچ شد. فقط هم با بانک‌های آمریکایی کار می‌کرد. و در حال حاضر حدود 10 میلیون تا یوزر داره و در حال حاضر بهترین
دستیار مالی دنیاست برای مصرف شخصی. حالا جدیدن یه چیز دیگه هم اضافه کرده برای بیزینس ها. پس جواب داده 10 میلیون آدم، حالا اون تو 6 ماه اول 160,000 تا آدم حاضر شدن که نام کاربری و کلمه عبور بانکشون رو، اونم بانک‌های آمریکایی که میشه باش هر کاری کرد، در اختیار این سایت گذاشتن با سازمان مالیات مثلا آمریکا که اون قصد اخیره. پس دیزاین خیلی خوب جواب میده. پس دیزاین فقط زیبایی و خیلی چیزای دیگه نیست، خیلی کار دیگر هم انجام میده. رو بیزینس ما خیلی تاثیر داره. وقتی روی لینک مینت چیه کلیک میکنید اینو میبینید، یک بیان دیگه از همون محتوا، از همون داستان. کل زندگی مالی توی یه صفحه است. میتونی ببینی که چه اتفاقی داره برای پولت میفته و زندگیتو ساده تر میکنه. ببینید خیلی ما میتونیم به بیان فنی بیایم بگیم که چه اتفاقی داره برای پولت میفته، میتونی فلان کارو میشه، سودت اینجوری میشه اینو. اما خیلی ته جمله رو داره میگه، حرف آخر رو داره اول میزنه، میگه زندگیت آسان‌تر میشه، کمک میکنم به چیزی که میخوای برسی. پایین‌تر این صفحه دوباره همون بحثا رو اومده کلی بیشتر توضیح داده. اومده گفته که منظور من از اینکه شفافیت میدم به داستانه مالیت یعنی چی؟ چجوری کمک میکنم که به رویاهات برسی و امنیتی که منظور من بودی یعنی چی؟ ته صفحه نگاه کنید، یه دکمه ساین اپ داره، پایینش حالا لینک خونده نمیشه، نوشته ویدیوی دمو رو نگاه کنید. حالا ویدیوی دمو چیه؟ How do you keep track of your financial life? Statements? Spreadsheets? Scribbles? It's time for something better, something easier, something smarter. Mint is a free, easy way to manage your money that empowers you to take charge of your financial life. Get started with a simple one-time setup. Add your bank, credit card, home loan, and investment accounts. Mint quickly and securely pulls in the information and organizes it for you. That's it. No more bookkeeping. Mint keeps it all up to date. You can see all your accounts in one place with one login, anywhere, anytime. Mint uses bank-level security and alerts you any suspicious transactions so you can rest easy. Mint shows you where your money goes. Your expenses are automatically categorized so you can keep track of how much and where you're spending. With one click, you can create a budget based on your spending history, make adjustments, track your progress, and find ways to spend smarter. Mint reviews your financial picture and makes personalized recommendations on ways you can save. You get all the information you need to make smarter decisions and plan for the future. Mint is the best free way to manage your money. Sign up and get started with Mint in less than 5 minutes. خب ویدیو رو دیدین؟ دوباره همون یه عالمه جزئیات دیگه اضافه شده بود بهش. یه عالمه جزئیاتی که قبلا بهش نگم، مثلا گفت اس ام اس زمانی که یه نفر وارد سیستمت بشه، وارد حسابت بشه، بهت اس ام اس میدن و خیلی چیزای دیگه. خب حالا میخوام یکم علمی تر صحبت کنیم، ببینیم پشت این قضیه چجوری شد که ما اعتماد کردیم. دانشگاه استنفورد یه آزمایشگاه باورپذیری وب داره، یا وب کردیبیلیتی، اینکه تحقیق کرده که آدم‌ها چجوری به یه وبسایت اعتماد میکنن. توی این آزمایش و تحقیقات رسیده به 10 تا دلیل، 10 تا قانون، که اون 10 تا رو الان من به شما میگم که الان بعد با مثالم میریم جلو که ببینید که اوکی حالا از نظر آکادمیک چجوری شده که این قضیه اتفاق افتاده. شماره 1، ولیدیت کردن اطلاعات سایتتون باید آسون باشه. یعنی که من باید به راحتی بفهمم که این چیزی که تو سایت شما هست آیا واقعا درست هست یا نیست و شما برای درست بودن حرفتون دلیل و مدرک داشته باشین. مینت چجوری این کار انجام داد؟ گفت که من 10 میلیون تا یوزر دارم، نیویورک تایمز و فلان 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 درباره من نوشتن. نشون بدید که یک کمپانی واقعا پشت این قضیه است، پشت سایته، و از اعتبار شرکتتون واسه اعتبار بخشیدن به اون سایتتون استفاده کنید. این وبسایت شرکت سازنده مینته، صفحه درباره ماشه. همونجور که می‌بینید کل اطلاعات شرکت هست، حتی کسایی که دارن توش کار میکنن، خیلی همه چی شفافه.
3 آدمای حرفه‌ای که دارن تو تیمتون کار میکنن رو معرفی کنید. یعنی اینکه من بدونم توی تیمی که داره این پشت این قضیه است حرفه‌ای‌ها دارن کار میکنن، باعث میشه من به این قضیه اعتماد کنم. همتون میشناسید دیگه. الان جانی ایو داره به محصولات اپل اعتبار میده یا محصولات اپل به جانی ایو؟ الان اگه جانی ایو یه محصول دیگه طراحی کنه شما نمیخرید؟ بازم با دید اینکه اون داره یه محصول شبیه اپل طراحی میکنه میخرید. پس آدم‌ها هم به محصولات اعتبار میبخشن. اینکه کی پشت قضیه است خیلی برای آدم‌ها مهمه. هرچی این ارتباط انسانی تر کنید قضیه قشنگتر میشه، اعتماد راحت تر میشه. مورد بعدی، نشون بدید که آدم‌هایی که پشت این سایتن آدم‌های راستگو و درستکاری هستند. این از وبلاگ مینته، با یکی از کارمنداشو مصاحبه کرده که وب دیزاینر هم هست، درباره داستانه مالی صحبت کرده. گفته لیست تو برای خودت برای داستانه مالی چیکار می‌کنی؟ اونم توضیح داده خیلی راحت. تو وبلاگش هم برای همه در دسترسه. اصلا دیگه بلک باکس، من میدونم چه خبره. میدونم کسی که اینو تولید کرده خودش هم داره از این استفاده میکنه. اینجوری میتونم اعتماد کنم. ارتباط با خودتون رو آسون کنید. کاربر بتونه راحت باهاتون ارتباط برقرار کنه. این ساپورت سنترایی که بعد 20 دقیقه پشت چیز منتظر وایسی، بعد آخرش هم جواب درست حسابی نمیدن، یا مثلا حتما باید تو تماس با ما، بعد مثلا شماره تلفنتون عوض شد، یا مثلا فرم تماس با ما باید پر کنید. اینا رو بذارید کنار. یه راه ساده براش پیدا کنید. این مینت کامیونیتیه، جایی که شما میتونید سوالاتتون رو درباره مینت بپرسید. یا عالمه سوال پرسیدن، شما میتونید از بینش سرچ کنید پیدا کنید، یا اینکه خودتون سوالاتون رو بپرسید، یا اصلا اون پایین سمت راست یه دونه چیز داره مستقیم وصل میشی به ساپورت سنترشون و سوالاتو میپرسی. اصلا احساس نمیکنه که مثلا اگه هر لحظه سوال داشته باشم میتونید انگار ازشون بپرسن. حرفه‌ای به نظر برسید. حرفه‌ای توی زمینه خودتون، یعنی تو زمینه خودتون چه شکلی حرفه‌ایه. ممکنه این یک جای رسمی بخواید برید این کت شلوار پوشیدن حرفه‌ای بودن به نظر برسه، اما ظاهر حرفه‌ای داشتن توی باورپذیر بودن تأثیر داره. این سایت IBM. خیلی از سایت خودشون شبیه این میکنن تا از این قضیه استفاده کنن، یعنی باورپذیر به نظر برسه، از این پترن تو ذهن ما استفاده کنن. استفاده ازش باید آسون باشه و مفید باشه. ما زمانی میتونیم از یه چیزی لذت ببریم که بتونیم کنترلش کنیم. همه چیز درباره کنترل، ما از چیز ساده میتونیم لذت ببریم. دامپلر، وردپرس از چرا بس دامپلر اینقدر محبوب شد؟ به خاطر سادگیش، به خاطر اینکه خیلی همه چی رو مرتب داشت. محتوای سایتتون رو به صورت مداوم آپدیت کنید، یا حداقل نشون بدید که این اواخر ریویو شده. مثلا مثالاتون رو آپدیت کنید که من احساس کنم این سایت زنده است، یه آدم پشت اینه، این همجوری یه گوشه نیافتاده. این صفحه اول سایت اپله. به خاطر روز جهانی مبارزه با ایدز صفحه اولش تغییر داده که مثلا ما داریم باهاش مبارزه می‌کنیم فلان، ما هم پشتشه. وقتی من واردش میشم اوکی میدم که این با گوگل خیلی آشنایی، این قضیه خیلی انگار واضح‌تره در مورد گوگل، اونم همینجوریه. همونجور که گفتم ارتباط انسانی تر میکنه. تو سایتتون تبلیغ نذارید. تبلیغ کردن توی سایتتون باعث میشه که باورپذیری سایتتون بیاد پایین و کاربرا بهتون اعتماد نکنن. این پروموشنی که اپل میذاره واسه دانش آموزا، ببینید چه جوری تبلیغ میکنه برای پروموشنش. فقط هم به دانش آموزا میده دیگه. میگه $100 بهت چیز میدم، گیفت کارت میدم و یه سری چیزای دیگه. فقط هم به دانش آموزا نشونش میده. هیچ وقت تخفیف نمیذاره. خطا و اشتباه هر چقدر کوچیک باشه تو سایتتون، اعتماد کاربر به شما رو خدشه‌دار میکنه، جوری که هیچ جور دیگه نمیشه جمعش کرد. شما فقط کافی یه دفعه این صفحه رو تو جایی که تو زمانی که دارید مثلا میگم پرزنتیشن این ارائه رو دارم آماده میکنم، یه دفعه این صفحه رو ببینم، دیگه کار تمومه. حالا یه داستان دیگه براتون میگم. شرکت واکام یه شرکتی که از این قلم و تبلت ها تولید میکنه برای کسایی که کار گرافیک دیجیتال انجام میدن. میخواست سایتش رو ریدیزاین کنه. اینو سپورت به یه انگار کانون تبلیغاتی، به یک ایجنسی سپورت.
اونا با یه چالش روبرو شدن، گفتن که ما الان ما باید برای دو تیپ کاربر طراحی کنیم، هم کاربرای حرفه‌ای، اونایی که الان مثلا این قلم ها رو دارن میخوان بیان مثلا جدید تراشی ببینن یا اصلا حرفه‌ای این کارن، و کسایی که میخوان تازه شروع کنن. من مثلا تا دیروز با مداد طراحی کردم، الان میخوام مثلا با این کار کنم. چجوری یه سایتی طراحی کنیم که هم برای کاربرای حرفه‌ای مناسب باشه، هم برای کسایی که تازه دارن شروع میکنن. میتونستن چند تا راهکار رو پیش بگیرن. یکی مثل آمازون باشن که همونجور که توضیح دادم، از ریویو ها استفاده کنه، از خود کاربرا، ریتینگ، توضیح و عکس و یه چیزای دیگه. یا بیان مثل اپل داستان بگن، جوری که کاربر لمسش کنه بدونه که دقیقاً چه جوریه. یا اینکه مثل این سایت لایف استایل باشه، یعنی اینکه بگیم آقا توی این یه سبک و یک نوع جدید از زندگیه مثلا. اما هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. چرا؟ چون آدمایی که باهاشون سر کار داشتن آدمای خلاقی بودن، دوست داشتن کشف کنن. حالا ببینید چیکار کردن. خب دیدی چیکار کرده بودن؟ اومدن محصول رو توی زندگی کاربر وارد کردن و نشون چجوری میتونه کار کردن و زندگیشون رو تغییر بده و در واقع اجازه دادن کاربر کشف کنه و خودش محصول خودش رو پیدا کنه. و صفحه اول سایتشون اینجوری بود که میتونست با توجه به سوالایی که ازش پرسیده میشه محصول مناسبش رو پیدا کنه. یعنی هم چیزی که برای هم کاربر حرفه‌ای به درد می‌خورد، هم برای کسانی که تازه شروع کردن. خب کل این چیزایی که دیدید خیلی از جاها ما داستان گفتیم. یعنی همون استوری تلینگی که همیشه داریم ازش استفاده می‌کنیم. کلی بحث هست، کلی کتاب هست در این باره. میتونید برید دربارش ببینید. ما از بچگی یاد گرفتیم که از طریق داستان مطالب رو درک کنیم. همه این چیزایی که ما انجام دادیم برای این بود که ما مدل ذهنی کاربر رو بفهمیم، یعنی منتال مدلش رو متوجه بشیم، بفهمیم چه جوری فکر میکنه، چه چیزایی براش مهمه. اون تو یادتونه؟ بعد بتونیم کاربر رو انگار محصولمون رو برای اون بهینه کنیم. دوباره برمیگردیم به همون داستان یوزر سنتر دیزاین، یعنی طراحی کاربر محور. همون جمله ساده‌ای که قرار کاربر برای محصول من پول بده، خب چرا خودش نگه که چی میخواد؟ و من توی این پروژه هایی که چند وقت اخیر داشتم و تست کردم، توی چند تا کاری که داشتم به یه مدل ساده رسیدم که حالا وقت نمیشه من توی ارائه‌ام دربارش توضیح بدم. پس میذارم که این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم.
من وقتم تموم شده. فقط در مورد بنیاد اینتراکشن دیزاین که دربارش صحبت کردم و توی بیوگرافی من اومده، میتونید برید interaction-design.org. یه عالمه مطلب مفید هست درباره یوزر اکسپریانس و کلی مباحث دیگه. اونجا میتونید یه منتور یا مربی بر خودتون پیدا کنید و کلی چیز دیگه یاد بگیرید. ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادید. فعلا خدا نگهدار.